پرونده اسرارآمیز، معمای خونریزی غیرمنتظره، کبرا که داشت توی خونه کاراش انجام میداد یا متوجه خونریزی ناگهانی تو بدنش میشه، شوهرش تقی سری اونو میبره درمونگاه تا پزشکا روش آزمایشات رو انجام بدن، خونریزی ناگهانی بدون سابقه قبلی، فشار خون نرمال، آزمایش‌های اولیه همه اوکی بوده. پس کجای کار میلنگه؟ با این اوصاف پرونده که بعد مختومه اعلام بشه. اینجا بود که ذهن متخصصا میره به سمت فاکتورهای نقادی. میگن شاید پلاکتاش خراب شده، شاید ژنتیکی مشکل داشته باشه. وقتی همه رو دونه دونه رد میکنن، یهو یه کرسی امیدی براشون ظاهر میشه. متوجه میشن فاکتور 8 کبرا خیلی کم شده. این میتونه نشونه هموفیلی A باشه، ولی کو سابقه فامیلی قبلی؟ یهو چرا الان تو این سن؟ عجیبه. شاید باورتون نشه، ولی متوجه شدن که همش زیر سر آنتیبادی های بدن خود کبراه. این آنتیبادی ها ضد فاکتور 8 فعال شدن و باعث ایجاد بیماری تو بدن کبرا شدن. این یعنی به بیماری خودایمنی نادر به اسم هموفیلی نوع A اکتسابی.